دوستان پیازهای ما کاراملی شد. حالا نوبت گوشت است. گوشت میندازیم با ما باشیم. یا دورمش یا بانجان رومی یا کلش آسیاب شده است از قبل و این هم رو به خود رنگ رویش باز بشه و میدیم اضافه میکنیم. مرچ است، تخم گشنیج است، مساله خورشت است و زیره است، مرچ خوشبوی است، مرچ سفید، کمی دارچین، کمی هم هیل بهش اضافه میکنیم. عجب خورشتی، عجب. الان وقت اضافه کردن چی؟ نخود، دان نخود. دوستان بگیم آخرایش از غلای آخر خود رئیس گوشت خاموش میکنیم تا وقتی که